خدا آخ آروم باش. نمیشه، باید سریع باشم. چرا شدم نشه. سلام علیکم بچهای عزیز تو خونه، دورتون بگردم. چه خبر؟ من رضا تیتان هستم. امروز اومدیم با یک ویدیو متفاوت. ویدیو چی جوریه؟ این خانم که میبینه اینجا این خره، این بچه برادر من و گفته من میخوام تو رو چی؟ بچه برادر چه برادر؟ همون دیگه، چه فرقی داره؟ خیلی چیزش میکنی؟ نه خیلی این بچه برادرمه و این میخواد منو آرایش کنه. بچه آرایشی. خب بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. وایس ببینم چی ویدیو؟ اصلا امکان نداره لایک و سابسکرایب یادتون نره. بهشون بگو عموی منم فالو کنی. فالو چیه؟ سابسکرایب کنی. آی خدا. اوکی. خب من آرایش کنم باشه. آره ما خشن آرایش میکنیم اصلا مشکلی نداره. در واقع چقدر سرده. سیبیلات کرمی شد. چشم باید میشه چشاتو اینجوری نکنی؟ خب میره تو چشم. بچه ها میبینید چه بلایی داره به سر من میاره. همین خانوم، این خانوم، او دنیا یقتو میگیرم. البته یقش حرفی نیست. نمکی تو احساس چسبه خیلی جایی مجبوری که تحمل کنی. نکن اینجوری صورت تو. خب خیزه. آروم باش. فرق کردم بچه ها؟ نه هنوز. من هیچ تفاوت. الان من کوره. خب وایسیم خوشه؟ خب بچه ها وای میسیم خوش بشه. یه دوده دو بگیم خوش شد. دست زدن نجس. من دارم حسش میکنم خوش شده. من بردگم. خوش بقال آیسان نزده پشت بازو رو داری که نکشه موجمای. خب بس دیگه خوش. موام خوش بخور. فقط تو میخواستی لواشک بخوری. نه بابا خوشه. باید خوش میشد به خدا. خدا. من احساس میکنم این یه جور وحشتناکی. نمیخوام که بکنمش تو. چی داری میگی؟ بابا نکا اینجوری نکا. کور شدم. چی من کور بشی بابا؟ چرا من لوسی تو؟ میشه چشم قشنگ صدای چشام میگه چپلا. آها صبر کنیم. چی؟ ببند چشاتو. گفت صبر کنید. نمیخوام. چشاتو با ببندید. گر صبر کنی زبوره حلوا ساز. خواهی پدش حلوای منو بخوری بابا منو پارم میکنه. من فردا اینجوری برم به خدا. راستی بچه ها امروز آخرین روزی که ما داخل این خونه قراره کلیپ بگیریم و ما قراره این خونه رو ترک بکنیم و بکوبیم و با امید خدا یه خونه جدیدی بسازیم اگر خدا بخواد و من با این قیافه برم قشنگ بابام میگه میشه چشاتو اینجوری نکنی؟ آخه داری میده تو چشم باش. خوبه بارا زیاد آرایشت خراب میشه. حرف که نمی کنم. برو دماغم بزن راحت باش. بزن چطور بزنی چه دزدا بزن. چرا سفید شدی وای؟ خیلی بد دارم میزنم. آره دقیقا دارم حس میکنم که تو میشه چشت اینجوری چشتو عادی باز کنم مثلا؟ آره باز. قیافه تو رو ببینم خندم میگیره. میبندم. باز کنی. بیا میبندم. چشتو باز کن بالا رو ببین. اینجوری؟ بارو بدنم. نه اینجوری نه. بگو پایین دیگه. آره پایین اومده. بالا بیا بالا. خب کانتور نیاوردم. کانتور چیه؟ ناراحتم اذیت. دماغتو کوچیک میکنه. یه خط اینجا بزن تو اینستاگرام دیدم. نیاوردم. گوش کن یه خط اینجا بزن یه خط اینجا بعد
بلدم بابا. فکر برخود بلدی؟ کانتور نیبولم مگه نه بلدم. صدا داره میگیره. کانتور همون کنتور برقه؟ نه پشکل. داره خودشو نشون میده اینی کم کم داره یخش باز تو الان داشتی با اون یه چیزی میکوبیدی بعد دوباره با همین بابا نه اسکل. کدوم رنگو میخوای؟ اینجا حق انتخاب داری. به بچه ها نشون بده کدوم رنگ خوبه بچه ها کدوم خوبه به نظرتون. من آبی میخوام. یه سایه دیگه هم دارم اون بزرگتره بچه. نمیخواد آبی بیار. کدوم آبی؟ این همشون آبی هم راست میگه. آبی نیلی. خب میدونی؟ آبی. همش آبی بزنم یه ترکیبی با یکی بزنم. هر چی دوست داری بزن. نه خودت بگو. آبی. اینو ترکیبی با این بزن. خب یا آبی بزن یا ترکیبی بزن. خب ترکیبی با چی؟ آبی. خب آبی ترکیبی با آبی که نمیشه از دل من. آبی باید ترکیبی با این همه رنگ. آبی با قرمز. خب اینا چیه؟ اونا جیگری هن. این دیگه همه کورنگ‌تره. کدوم برات بزنم؟ این چی هست اصلا به کجا میزنی؟ باشه اینجا. آها اینجا؟ سایه. خب نه میگم که آبی تو. مگه نمیخوای هر جور دلت میخواد ریچو قیشی دست خود. نه چشت اونجوری نکن. نباید کجو کلی کنی هنوز. ببند اسکل. سرتو بگیر بالا چرا خب پایینیم؟ بچه ببینم خدا آقای کی؟ نکن دماغ تو زدی قرمز کردی بعد خیلی بد. ریچو قیشی دست توه. خب بیا من پاکش. خب نمیبینی اسکل اینجا تکون خوردی سایت اینجوری شد. سایه چیه؟ تخمه میشه آخه آدم تو چه آرش کن چشاشو ببنده. خب چشتو باز کن. باز کن. این دستم مرطوبه؟ الکل نیست؟ چشم داره میسوزه. وای چقدر کلی بازی در میاری من دستابیت ها بکشو سیگلات خجالت بکش. چشم رو داره میسوزه. نکن. باشه برو. این گوسفند که نیستی کله من اینجوری میاره پایین. ضرباتی به چشم ناحیه من میزنی احساس میکنم یه 70 کیلو افتاده رو چشم داره مش میکوبه. آروم باش این چشه به خدا. خندات به خدا اینستاگرامیه. سرتو بیار بالا. نگاه کن. این خوبه. سرتو بیار پایین. آقا من بابا دارم حرف میزنم. آقا این داره به من کودک آزاری میکنه. خوش بازو رو داری که گشت داری که مالی. خندهاش خیلی خوبه. ببینم. نه چشاتو باز کن. اون مال. چشاتو ببر. آه بهتره. حداقل این جنایت رو نمیبینم با چشم. من به تو اعتماد ندارم. زنی چشم رو خیلی میکنم. باز کن. چقدر زشت شدی. زشت بودن. نه. خیلی آخه تو چشات اینجوری میکنی نمیتونم برای سایه بکشم. آره تقصیر منه. حالا خط چش اصلا نمیتونم بکشم. میرینم تو چشمات. مهم نیست. کارو کی کرد؟ آن کسی که تمام کرد. برو بریم. ببین قرینه نمیشه. چیز سمی بخوای من بکشم خودم؟ جدی بلدم میدونم. خب حالا از این راه یه آینه باید بدیم. جدی من الان برای خودم میکشم. گوشیم کو؟ گوشیمو بده. خدا وکیلی یه گوشیمو بده. یه دقیقه من یه خط چش به خودم بزنم حال کنی. این گوشی منه. من گوشی تو رو بزن. وای دود. من این رو میسارم. هر کی نداره. سکسی شدم من. چرا پایینه؟
اینجوری نمیکشه مگه داری سرمه میکشی بریدی یکی پایین ای بله شبیه این چیز از زن اهرام مصر یا تمامش کردم تمام ولش کن سب کن اینو برای ایزی. درست کنم بچه های عزیز بیا. قشنگ شد که خوبه شد تمام میکنیم فقط اینو باید نخندونیش تو کرد ای خدا ببینم ریدی به خدا تو ریدی تو از کن تو کشیدی الان چرا این کار کردی؟ با اون خوشگلی نگاه کن این ور من به این قشنگی کشیدم کدومه لا؟ این چیه؟ ریمل خب نه چیه ریمل؟ آره میزنن به چشم موژه موجه ولی موجه ریمل آبی برات آوردم برو من دارم بهت اعتماد میکنم خدا وکیلی نمیخوام دهنمو تکونم خود به خود دارم اینجوری آره اصلا نمیشه چرا اینجوریه؟ بالا مانه میبری پایین خود به خود میاد پایین کدومو بزنم چیه این اصلا؟ چی هست؟ سب کن الان بهت میگم یه لحظه صبر آها اینو میماری به لب روشگونه کدومو میخوای؟ رنگش رو من روشگونه گون این بهتره کجا میزنم؟ ها به گونه؟ براش ندارم با همون بزن بابا اینم شهر الان مخانه میزنم آروم باش نمیشه باید سریع باشم به خدا دماغم از 3 زاویه شکست حالا حتی دماغ بزنی؟ آقا دارم خیلی چیزت میکنم زشتت میکنم مگه هم اینجا نباید بزنی حالا برسه اون راجه لکی نه بس پیک میبازیش برو میخوام پروژه از این AMS بابا من اینجا رو سرویس کردی AMS ها رو هستم میگم اینجوری هم اینو بکن نه اون صورتی بزن اینو برات پاک میشه اسکل نه این نگاه پاک کن. نمیشه این پاک بذار نشونت بدم نه بذار نشونت بدم نشون دوربینم باید بری خب بچه ها نگاش کنیم الان این پاک شد نه؟ خب اسکل باید با چیزم بشوری بری با چیز مثلا صورت تو اینا نه همون قرمزو بزن اصلا من قرمز دوست دارم بنفشه من دارم آرایشت میکنم یه تو باشه هر دو تاشو برات میکنم میخوای بالا رو قرمز بزنه پایین چیز وای عجب جافی میشه یه چیزی بلدم نه بذار من یه چیز بهت بگم یه دونه اینجا بزن یه دونه اینجا یه رنگ اینجا یه رنگ اینجا پنجه نمی‌کنم میشه رنگین کمون خب بیا راستی سیبیلت تو ظاهره آره جلبت قرمز انگار اختار رو جلب زدی نه ریدی رده رو زدی علمت بیرون بالا بره مشکل نمیده تو سیبیل معلوم بابا حرف نزن آی سیبیلم حالا این دیم کشم شد آب این ور چیزی رو باید بزنی؟ اینجا رو چیزی رو باید بزنی؟ کجا؟ ببین روزلت میزنه اینجا رو چیزی رو باید بزنی هر کار کنی نمیشه نمیشه آجی من که خودش هم بلد نیست بچه اینه بلش کن حالا اوکیه؟ موهات مو چیه؟ میخواستم ببندم میخواد سیبیلام هم رنگ کنی؟ چجوری میشه رنگ کرد؟ با سایه فکر کنم بشه بزنم روش مثل امتحان میده باز چی گو خوردم آبی بزن اینو دیگه آبی خالی بزن یا میخوای آبی قرمز بزن
آبی این مرد ببین اینو میره دیگه آره؟ نه پس میمونه سایه است دیگه. نه بگو نه پس میاد. تو چقدر عزیزی قربونت برم من. داری ریشامو چرا باز میکنی؟ چی؟ میگم داری ریشامو میزنی چرا دهن نمیشه بیشعور نجس. من همه اینا رو میذارم داخل بچه ها ببینین چه آدم پست رزلیه. برو بابا بچه سالی هنوز اون بری شو. نه دیگه انقدر ولی خوبه. تتو زدی؟ تازه دیدی؟ آره 10 ساله من اینو دارم. مار بود یا کرم بود؟ نشون بچه ها بود؟ من کرم. بچه ها این ماره یا کرمه؟ ماره. شبیه کرم. من اون تتو زنن رو باید پیداش کنم بگیرم همین چرخو بکنم. چقدر دلقه که از میم های 10 سال پیش استفاده میکنی. استغفرالله. بس کن خیلی کرینجی. خدا وکیلی معنی کرینج میفهمی چیه؟ آره چیه؟ چندش. چرا باید وسط من صورتی کنی؟ من صورتی نمیخوام. چقدر راجی وسط من صورتی کنی حرف اون داشته چقدر خوشیه شدی. حالا موهات این بچه سال بازی میخوای هارلی کوین هم کنی؟ دقیقا میخوای خرگوش هارلی کوین؟ میبینی موهاتو خدا؟ باز کن. شیطونه میگه منزل بگازن. کشر که بهم دادی کجا گذاشتی؟ داداشم که تو باشی سیبیل بابات میچرخه. آخ مادرای دشستی هستن میزنن میخوان لیف بزنن صورتش رو بزنن. دوه آره نمیتونم بگم. نمیتونی هم نگی. دقیقا بیا شیطونه میگه منزل یه چیز نداری فرق سرتو باش باز کنم. بده من باز. من بلدم. بیا بیا شیطونه این میگه منزل بگاز من. آه بیا بچه ها اینم از میا پلیز کی بودم من آخه؟ چه ربطی داره بابا چرا این چیز بی ربطی میگه؟ شبیه شب باید ریشستی بیدن داره سوسکم برات میذارم. بابا ولم کن سوسکی چیه دیگه؟ جدیدم. برو ای خدا. ساعت 2 رو به لایک و سابسکرایب یادتون نره بچه ها. شب هم هستا بازم لایک و سابسکرایب. نه دلفینه. میخوای یه کاری کنیم؟ چه دافی بخوریمت بخوریمت لیست بزنی. چی شدم؟ چی افتاد اصلا؟ کانسیلر. بابا چقدر نازی. این بابا قیافه چقدر نازم. میخوام موهاتم رنگ کنم رنگ واقعی. یه کلر رو بیام بکنم برات. بچه ها این ویدیو اگر چقدر لایک خورد 200 تا لایک خورد من موهامو ببینم به این رنگ کنه. ولی خدا شاده کچل بشم دیگه. چه رنگ؟ نه کلشو نه دیگه چه رنگی و دیگه خود بچه ها داخل کامنت ها میگن دیگه چه رنگی. هر چقدر شد دیگه. این 200 تا لایک مردم میاد 20,000 تا لایک میگیرم. من 200 تا میخوام. 200 هارلی کوین بندری. بکنش صادقانه هارلی کوین. چی؟ ذات هارلی کوین. ذات هارلی کوین. ذات رنگ مو. وای خدایا نکن. شیطونه میگه حاجی پاک نمیشه. شیطونه میگه بنازم.
آهنگشو بذارم. نه آره بذار این بچه ها شیطونه میگه بنازم پارم میکرد داره ولی انباری سایی کلمیزون اندامیه زنده میگیره همش الباتیره اینا نیستن یا برا و عقب دایرت گرفته دیگه خواب و هم رب میکنم شام و بغل من بلد نیستم در خیابی هر کسی نیستیم از راستی خرج موزیک میره از جیب نمیدن پای واسه همه منزیل واسه حلش صدام هستی جوری چسبیدم به دوخی چشاش رفت میگه منزل به گاز خودش حال کنه بگه بابا بنازم صدام هستی جوری چسبیدم تمامه؟ چشاش رفت خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا ته دیدین. اگه دیدین که دیدین اگرم ندیدین بازم فدا سرتون. بچه‌ها یادتون باشه اگر دوست داشتین از این ویدیو بذاریم توی کامنت ها بگین. موهاشم میخوام رنگ بگین کنم. 200 لایک بخوره و مهم میدم ایشون منو رنگ بکنه و میریم برای بعدی دیگه. بچه‌ها بوس براتون. سوسکیات درست کنم دیگه. برو سوسکیات هم رنگ کنم دیگه. برو یه کاری بکنم. وای چقدر بهت میاد. وای به خدا من برای خودم وقت می‌ذاشتم